نقطه اعلای قضیه اینه برای من که اگر به شما خیانت شدم برات مهم نباشه، اصلا یعنی اصلا هیچ ریاکشنی نداشته باشی. و چه جوری باید ارتباطتو بگردونی که بتونی در همچین وضعیتی باشی که اگر اون بهت شلیک کرد تو اینطوری از رابطه دستگیره اجکتو از زیر صندلی بکشی و بپری بیرون. اینکه یه راه خروجی برای خودت گذاشته باشی. پس خروج از رابطه اینطوری ممکنه فقط بدون لطمه خوردن که تو از اول عاقلانه پله فرار برای خودت بذاری. منظورم اصلا این نیست که خشونتی تلخ باشی، شروع کنی بازی کردن و منیپولاتیو بودن و نمیدونم حقه سوار کردن و فلان و اینا. نه، این عین مهندسی میمونه. خب تو رابطه رو موقعی که داری میسازی داری یه پله فرار مخفی هم برای خودت میذاری که این اگر اینجوری شد من آمادم، اگر یهو دیدم این به من خیانت کرده من آمادم. هرچند که تو عمل هیچ وقت یهو اتفاق نمیفته، مسئله خیانت و اینا یهو اتفاق نمیفته، یه روندیه. ولی به هر حال باید جوری باشه که اگر اینجوری شد تو ضربه نخوری، یعنی حواست به خودت هست، برنامه‌ریزیات سر جاشه و اگر مثلا چیز شد، اگر مثلا دیدی که داره خیانت میکنم چقدر جالب من رفتم، به همین سادگی. و وقتی رفتی بهش فکرم نکنی، دلت هم تنگ نشه، زنگم نزنی و به طور کلی فراموشش بکنی. این فقط وقتی ممکنه که تو از اول حساب و کتاب میزان سرمایه گذاری که داری انجام میدی دستت باشه. علل خصوص تو این دور زمانه و این قیمت و این گرونی و اینا که همه چیز خیلی داره وحشتناک گرون میشه، شما دیگه منابع کافی برای اینو نداری که خطاهای زیادی انجام بدی. عین سربازی هستی که یه اسلحه اسنایپر دستشه و 3-4 تا تیر داری، تو نمیتونی همینجوری بی‌محابا به هر چیزی شلیک بکنی. نمیتونی. خیلی باید هدف دقیقی بگیری، خیلی باید حساب شده انتخاب بکنی، خیلی باید فکر بکنی راجع به اینکه من واقعا باید چه جور گزینه‌ای رو بردارم، تحت چه شرایطی. همه اینا رو باید در نظر بگیری و خودت رو در یک وضعیت روانی نگه داری که اگر به خیانت شده مثلا برات مهم نباشه.